چو ایران نباشد تن ما مباد و مردم آمدن و مردم به هم دیگه چیز کردن. یه یاد مرز پرگوهر ایران ای مرز پرگوهر و خاکت در اینا و مردم وایسادن و درود بر این مردم. آقای زاکانی اومد خیابونا رو پر از پوسترایی کردش که به جای اینکه بیاد درخت بکاره، چمن بکاره، آشغالا رو جمع بکنه، به فکر آبیاری درخت‌ها و چمن‌ها باشه که همه دارن خوش میشن، اومد چیز کرد. کوروش اینجوری، داریوش اینجوری، مردم وایسادن. مردم یعنی یه جوری اومد صحبت، یعنی نظام، صدا و سیما، ائمه و جماعات، شهرداری، آقای زاکانی، آقای قالیباف، یه جوری اومدن صحبت کردن که انه تو اون 12 روز همه مردم رفته بودن بالا پشتمون، پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته بودن دستشون، اینجوری میگن و گفتن اسرائیل اگه مردی بزن، آمریکا اگه مردی بزن، ما این پرچم اینجوری. بابا این خبرا نبود. 6 میلیون رفتن مازندران. بنزین نبود تو شیشه نوشابه که خالی کرده بودیم، بنزین میریختیم که مبادا پمپ بنزین بعدی نباشه. با زن و بچه و به فکر نون بودن، به فکر آب بودن، به فکر این بودن که کجا رو زدن، به فکر این بودن که تخم مرغ میگیرن، به فکر بنزین بودن. بابا این وضعیت مملکت بود. چی دارین شما میگین تو ایران نباید من مباد و فلان و بهمان اینا. یه سری که اینا رو گفتن از چند روز پیش هم، از یه هفته پیش، 10 روز پیش هم که شروع کردن 40 یا حسین ما داریم میایم و نمیدونم فلان. یعنی من وقتی نگاه کنیم اینا به فکر تنها چیزی که نیستن به فکر اون 12 روز و اتفاقاتی که اون 12 روز افتاد.